این درگاه نکهت از هنر و فرهنگ و معرفت به مشام می آورد. اینجا همه چیز ارزش دارد و خواسته و ناخواسته میان 4 دیوار بلند این درگاه تمام اندیشه و حالت روحی وارد شونده بر عشق بنا می شود و این دنیای پرافسون و این دنیای معجزه آسا، دنیای بسیار غنیتر از دنیای امروزی را پیش نظر به جلوه می آورد. نامینه که یکی از چهره های سرشناس علم و هنر ملت جورابک نظری. استاد جورابک نظری نه تنها در یک علم، در یک فن یا که در یک شاخه خدمتی ارزنده کرده است، بلکه در چند رویه و در چند ساحه‌ها خدمت‌های ماندگار کرده است، از خود نقش نیک گذاشته است. اینچنین در صنعت خدمت ارزنده ارزشمند کرده است که در کدام هم در علم بگیم هم در صنعت مکتب خود را داشت. با که جوانی همون به سالهای 70 راست می‌آید، ما نقض می‌دانیم که در همین دوره جورابک نظری در برابر پژوهش علمی بسیار یکی از صنعتکاران نمایان کشور عزیزمون تاجیکستان شناخته می‌شد. اصلا ما دانشجویان بیشتر با هوس با دیدار او با زیبایی او با سرودخوانی و شوق و رغبتی بیشتر داشتیم. بیشتر کوشش می‌کردیم که سرودی او را بشنویم، آواز شیرین رو بشنویم. همه پیروی او بود. همه جوانان بیشتر سرود رو گوش می‌کردند. هستی ما، نظام ما، مستی ما، خرام ما، گردش به مقام ما، زندگی دوام ما، دور فلک بکام ما، می‌نگریم و می‌رویم. هستی ما، نظام ما، مستی ما، خرام ما، گردش به مقام ما، زندگی دوام ما، دور فلک بکام ما، می‌نگریم و می‌رویم، می‌نگریم و می‌رویم. چند 10 سال پیشتر در یک روز گرم فصل تابستان عرض هستی کرد در گلستان وجود و مثل که قدمش مبارک آمد برای این ملت. وقتی بسان همپر شهباز، ساحر ممتاز و بسان عاشق زمزمه پرداز نخستین ترانه‌هایش را، نخستین پژوهش‌هایش را چون رسالتنامه یک نفر زیایی به امروزیان باز نمود، واقعا هم عزت دید، محترم شد، محبوب و مشهور گشت. او با حضور بسیار پرمحتوا در فضای علم و هنر مثل نگاه طیف، نگاه دریا، نگاه آسمان همه را تسخیر کرد. علم لدنی، پیک غیب، الهام شهودی و فطرت جبلی که راهنمایش بودند او را همیشه به پیرهه ابتکار و تازه‌کاری می‌خواندند. ساده، آزاده، سازنده سخن گفتند. چیده ترانه‌های ناب و نمکین سراییدند. اندیشه‌های معظم و محتشم علمی را آیینه‌داری کردند. رسالتش بود تا وقتی که بود و نه همین عشق آسمان مساحت به او محبت جاویدانه داد. ترانه‌های او را چون بوی مشک به دور و نزدیک پراکنده بینمود. تمام پژوهش‌های عالم را تپش سبز زندگی بخشید و دل و نگاه او را دورپیما و نورپیما نمود. جورابک نظری، دکتر علم‌های سخنشناسی، عضو وابسته اکادمی علم‌های تاجیکستان، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، ارباب شایسته صنعت، کارمند شایسته تاجیکستان. از آن همین چهره سرشناس ملت خواهیم گفت و از حضور بسیار پرمحتوای او در فضای علم و هنر. اینک پیشت نزدی ماتمه، سالیت پیش مادمه، ای با کناری تیمه،
ساخته ای به شبنمی ما به تلاشی عالمی می‌نگریم و می‌رویم می‌نگریم و می‌رویم می‌نگریم و می‌رویم. استاد مثل همون کوه‌های عظیم زادگاهشون خیلی بزرگ، خیلی باتمکین ولی خیلی اسرارانگیز بودن. همین قدر مردی خوش صحبت بودن، صحبت آرا بودن، محفل آرا بودن که کس نمیخواست که از صحبت وی دور شود. بسیار نویسی، بیهوده نویسی یاوه‌گو بسیار است. این بسیار نمی نوشت، لیکن اون چیزی که می نوشت در خور جامعه بود. هر یک مقاله، هر یک رساله، هر یک کتابی که می نوشت حتما در اونجا نوگانی‌های علمی به نظر می رسید. تاریخ همایونی که تحت راهبری جورابک آماده شد و به نشر رسید، این یک کار ماندگار است. مختصر تاریخ تبری در 2 جلد با راهبری جورابک آماده و چاپ شد. با میراث احمد دانش، احمد مخدوم دانش، جورابک خیلی توجه داشت. برابر دانشمند بودن، هنرمند خیلی خیلی بزرگ بودن، هنرمند مکتبدار. باطن زیبا هم داشت، باطنش هم زیبا، نه تنها ظاهرا و هم ظاهرا و هم باطنا. مرد زیبا بود، مردی خوشخرام بود و وقتی که از دور نگاه میکنی، میراد از دور نگاه میکنی و راه گشتنی‌هاش ببینید و میگوی که میخوای که تماشا کنی، تماشا کنی. هر کس این خیلی رفتن راه گشتن هم نمیره. هر کس هنرمندها بسیارن، بسیار هنرمندهای ناز داریم ما، حافظهای ناز داریم، لیکن این اکنون نمیدانم کی تکرار میشد، کی همین خیلی آدم پیدا میشد، نمیدانم. چون او باز هم عرضی هستی میکند یا نه در گلستان وجود، واقعا سخن فرداهاست. اما در این روزگاران عزیزانش با عشق و با مهر و اخلاص بیفکندند کاخ بلند از یادها، از خاطره ها، از زندگی و ایجاد جورابک نظری که تا هست زندگی تأثیر گذار خواهد بود در غنی گردانیدن عالم معنوی تماشابین ذکی. زیرا هر گوشه آثارخانه مثل که این توصیف نامه را دارد. بله، جورابک نظری شخصیتی همفصلی و بسیار قطبه، زاده روستای نوروهای ناحیه خوالینگ ولایت ختلان تاجیکستان، ختم کرده دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان، راههای طی کرده، اسپیرانت اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان، خادم علمی اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان، سالهای 1991-1993 دیرکتور انستیتوت نوتأسیس یافته میراث خطی، سالهای 1993-2007 دیرکتور انستیتوت شرقشناسی و میراث خطی اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان. از سال 2015 مدیر گنجینه میراث خطی به نام اکادمیک عبدالغنی میرزایف انستیتوت زبان، ادبیات، شرقشناسی و میراث خطی به نام ابوعبدالله رودکی. آثار علمی: لیلی و مجنون مکتبه شیرازی، سلیمان نامه زلالی خانساری، قصه سلیمان و بلقیس در ادبیات فارسی، نامه و نامه‌نگاری در شاهنامه، تاریخ همایون گلشنی، سخن چند از ادب و ادبیات معاصر تاجیک و باز ده‌های دیگر. اما آخرین آثار علمی که بعد رحلت عالم به چاپ رسید، این ذخیره خوارزمشاهی است. نوارهای صوتی: خورشچین باغ معرفت و ترغیبگر حکمت قریب همه پیشینیان برگزیده چون خواجه حافظ و شیخ سعدی، امیر خسرو و شمس و مولانا، کمال و صایب و سعیدا، جامی و بیدل و محمد اقبال. جورابک نظری دکتر علم، عضو وابسته اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، ارباب شایسته صنعت تاجیکستان، کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان، تاجیک، وطندار و چهره سرشناس ملت که دیگر رفته به سوی بیسویی. جورابک نظری. جورابک در محیط اویلوی علاقه به ادبیات کلاسیکی دلبستگی پیدا کرده بود. وقتی که هنگام دانشجویی به خانه جورابک می رفتیم، ما دوستان خبر می گرفتیم
در خوابگاه نبود، خانهشون در دوشنبه بود. گاه ما رو دعوت کرده می برد. پدرشون جویشون جنت باشه بابای استاد نظری اهل سواد بودند. بعد در خانه آنها اولین بار کتاب‌های با الفبای نیاگان یعنی دستخط‌ها رو در خانه آنها دیده بودم. قصص الانبیا، روضة الشهدا در خانه آنها بودند که پدرشون از همین چیزا قصه میکردند و ما دانشجوی سال اول دوم همین چیزا رو ما اولین در خانه آنها شنیده بودم. در درک شعر آثار کلاسیکمان ممتاز بودند. این سبب شد که در ختم دانشگاه او را برای ادامه کار علمی به انستیتوت شرقشناسی که آن وقت میگفتند به اسپرانتورا توصیه کردند و خوشبختانه با موفقیت امتحانات داخل شوی را سپاریدن و اسپرانت انستیتوت شرقشناسی شدن که آن وقت انستیتوت شرقشناسی خیلی نامدار بود و هر کس شامل این انستیتوت شده نمیتوانست. رساله نامزدی نوشت. مکتبی و میراث ادبی او. رساله بسیار خوبم بود. بهای بسیار بلند گرفت. سال 74 بود به نظرم یا 75 دفاع کرد. و این قدم نخستین استوار جورابک در روی تحقیق علم آغاز یافت. در موضوع سلیمان و بلقیس رساله دکتری حمایه کرد که این موضوع بسیار موضوع نازک است. از شخصیت‌های دینی ابرازهای دینی هستند و همزمان ابرازهای ادبی و بدیعی هستند. همچون متنشناس در شعبه متنشناسی انستیتوت شرقشناسی خیلی کار کرد در تهیه کردن متن‌های گلشن ادب و دیگر آثاری که اون وقت از میراث کلاسیکان ادبیات ما در انستیتوت شرقشناسی اکادمی علم‌ها آماده میشد. جورابک سهم داشت. شخصی بود که در 3 سمت فعالیت کرد. هم در علم، هم در هنر، هم در سروری. و به تردید میتونم گفت که در همین 3 سمت خیلی سربلندانه ثمرناک کار و فعالیت کرد. بعد جنگ‌های شهروندی فعالیت انستیتوت خیلی فلج شده بود و جورابک برای به نظام آوردن حفظ دستنویس‌ها که بسیار یک میراث گرانبهای مدنی و فرهنگی و ادبی خلق ما است، در حفظ کردن این میراث جورابک خیلی سهم ارزنده گذاشت. وگرنه در اون سالهای بینظامی دستی به دست میشد، فروخته میشدند این دستنویس‌هایی که بی‌بها هستند و جورابک اونها را نگاه داشت و همان کلکتیو علمی انستیتوت رو در زمانی که بسیار مردم اکادمی رو ترک میکردند به کشورهای دیگر رفتند، به مؤسسه‌های دیگر گذشتند، به فعالیت‌های دیگر مشغول شدند. برای نگاه داشتن کادرهای علمی جورابک خیلی کار کرد. جورابک از جمله عالمان خسکی نبود، عالم اصیل بود. در همین 3 سمت فعالیت میکرد، با وجود همین توانست که در ساحه علم به موفقیت‌های نظررس صاحب شود. حتی به درجه عضو وابسته اکادمی آمده رسید. اینم به هر کس میسر نمی شود. عالم بسیار دلی نازک دارد. اون هیچ رنجاندن ممکن نیست. کوشش کردم، البته خیر آدم است، آدم شاید که کارهای کرده باشم که قابل قبول نباشد، لیکن به هر حال کوشش کردم که دل به دست بیاورم، دل نرنجانم. در محیط خودم تمام آزادی را انشالله که فراهم آوردم که مردم همدیگر را احترام کنند، همدیگر را کمک کنند و توانسته باشند که برای ملت کاری کنند.
زحمت کشیدم برای آموختن اندوختن علم و معرفت و هنر و همه چیز، لیکن شکر خدا که هنر و علم و معرفت همه چیز به من داد و توانستم کوشش کردم البته تخم خوبی ها بگذارم در هنر، در علم، در معرفت، در مناسبت و همون دیده ایستادم که هیچ چیز بیهوده نمی رود، هر چی کشتی می دروی. واقعا جمال آزاده و آراسته و پاکیزه و پرگل این درگاهی به نظر خیلی ساده و نورانی و اما طوفانی همین حکمت را به جلوه می آورد پیش نظر بیننده. اسباب ها می نوازند، عکس ها صحبت می کنند، کتاب ها قصه های دارند در بغل، همه از مغز هستی، از سیاهی و سفیدی. زندگی راستین را ترغیب می نماید این خاموشیستان، راست رفتن را، راست گفتن را و در همه حالت انسان ماندن را. انا در این گوشه کلمه وحدت را چون کلمه عشق و چون کلمه ایمان واژه قدسی پذیرفتن دو ابرمرد عالم علم و ادب و هنر جورابیک نظری و احمد ظاهر و زیاده از چند ده ساله می شود که هر زمان در هر مکان گاه حرف و هجا از این باب می رود و این باعث شده که نور معرفت و نور هنر ایشان دلها را و محفلها را و انجمنها را روشنایی بخشد چون این زمان و در این مکان. در یک گوشه همین آثارخانه یک تحفه از آوازخوان مشهور شرق استاد احمد ظاهر، یک اسباب موسیقی گرمونیا که به استاد جورابیک نظری در وقتی سفرهای خدمتیش در کشور افغانستان تحفه شده است، در اینجا گذاشته شده است. من در کجای خوانده بودم که پدر احمد ظاهر هر وقتی که استاد جورابیک نظری در شهر کابل به خانه احمد ظاهر مهمان میشد است، پدر احمد ظاهر حسد میبرد است و با احمد ظاهر میگفت است که کاش در همین هنر آوازخوانی به مانند همین استاد جورابیک نظری قابلیت و استعداد علمی هم می‌داشتی. جورابیک نظری هم در علم و هم در موسیقی بسیار ممتازند، اما این چیزی شگفت‌آور نیست. شعر، علم، ادبیات به هم دیگر علاقمند است. یعنی موسیقی به شعر ارتباط دارد، شعر به موسیقی ارتباط دارد. و اما دادی هر کس نیست. بله، اما هر کس نمیتواند که در این قلمرو موفق باشد و خوشبختانه تا جایی که ما میدانیم در کشور ما که برای استاد جورابیک نظری شادروان این دو چی میگه هنر، دو کسب همچون دو بال یک پرنده بود. بله. که به همدیگر نمیشد و استاد جورابیک نظری که از مکتب موسیقی استادان بزرگمان شریف جوره، ظفر ناظم، آدینه هاشم، ابلا نظری ولی بهره گرفته بود و با از ویژگی دیگری که شاید در بین هنرمندان ما یگانه باشد که از مکتب هنری احمد ظاهر، هنرمندی که نظیر خیلی زیاد برخوردار بود. هنگامی که در افغانستان خدمت میکردن با همدیگر داد و ستد داشتند. این به هر هنرمند نصیب نمیشد. این افتخار استاد جورابیک نظری بود که با همین هنرمندی که با گذشت سالها شعله‌اش، هنرش قطعه ها را در می آورد همکاری کرده است. شاید اینم برای رشد هنری استاد جورابیک نظری کمک کرده باشد. اما یک چیز را نگویم که تا آشنایی با احمد ظاهر الکی در کشور ما استاد جورابیک نظری همچون حافظ، همچون آوازخوان شناخته مشهور بود. پا به هر جامعه نهی دانکی نصیبت میبرد، گفت صاحبی بزرگوار. و چون سعادت آشنایی میسر گشت و قدم رنجه فرمود فرزند احمد ظاهر به آثارخانه جورابیک نظری، گفتیم به حق گفت شاعر. دیدار و وادیدهای وارثان دو چهره سرشناس در آثارخانه پیش نظر اهل علم و ادب کشور خیلی مبارک بود. واقعا
برای مهمانان بیشتر روزنه آشنایی را به سوی آزادگی ها، به سوی سازندگی ها، به سوی علم و هنر و معرفت وامنمود بهروز ذبیح الله ادبیات شناس تاجیک. عجب محبت و صداقت بی‌طمع زیبنده و پر از شادی آغاز و ذوق آفرینندگی، راستین و روان به سمت به انتهایی احساس میشد در نگاه هر بیننده. واقعا صلای وصل بود که همگی را به هم میخواند در این بارگاه. به فردای میخواند که جانهایمان دیگر باره آهنگ آشنایی سازند و با هم دلهای افتاده را شکسته بندی بنمایند. هر لحظه که ما اینجا بودیم عشق بود، محبت بود، انسانیت بود، پاکی بود و صفا بود و آمدیم امروز روز 4 ماست بعد از پروگرام های هنری رشاد جان ظاهر به یک سفر دور از شهر آمدیم و آمدیم به جایی که یکی از بزرگان و هنرپروران و فرهنگی تاجیکستان جناب جوربیک نظری و رفتیم به کتابخانه ازی و به مرکز فرهنگیشان و اونجا دیدیم خاطرات زیاد بسیار ما گرفتیم. جناب جوربیک صاحب یکی از دوستای عزیز احمد ظاهر جان بود، شخصیت محترم بود که قبلا به افغانستان چند بار تشریف آورده بودم و اونجا آثار و کارکردهای از این شخصیت چند بعدی را تماشا کردیم. جز از این که آموختیم چیز دیگه نبود و هر طرف که رفتیم با هر کسی که نزدیک شدیم و با هر کسی که صحبت کردیم این مردم تاجیکستان ما از نزدیک ندیده بودیم. چقدر مردم با فرهنگ و چقدر مردم با محبت بودن. رئیس جمهور شما یک انسان است که در ارتقای از این مملکت بسیار کوشش کرده، بسیار کوشش داره و شما روز به روز ما که میبینم آبادی است و خوبی است و با پیشرفت هستید. من حالا در اینجا در آثارخانه جورابیک نظریف قرار دارم. ما برای شاد کردن خاطره نکی پدرکلانم احمد ظاهر و دوست او جورابیک نظریف به اینجا آمدیم و برای من این تنها یک منبع بزرگ افتخار است تا ببینم که آنها در طول حیاتشان چقدر صادق بودند و به مردم با هنر والای خود معنویات بخشیدند و من امیدوارم که من نیز در حیات خود همین کارو کردم میتوانم. در اینجا بودن شرف است و من به شما تشکر میگویم. اولی که معذرت میخوایم از آوازم یک ذره خم کرد رئیس شیگاپاس سفر یا اما جای افتخار بدون شک جای افتخار است. ما شما یکی هستیم، این خودت میفهمی. ما شما یکی هستیم. خوشبختانه در 4-5 روزی که جا بودیم ما بر خانم هم گفتم نه ما تمام سفرهایی که در زندگیم داشتیم برابر شما مردم تاجیکستان به این اندازه مهمان نواز من ندیدیم در زندگی. خدا را شکر که همین قدر کلتور و فرهنگتان هم میفهمید. کلام یا افتخار ماستن مثل که من به سر احمد ظاهر هستم یا هم سعی کنین که ما اردوی ما افتخار میکنیم سرشون. ولی دیگه جای افتخار است. حتی ما برای خانم گفتیم دلم نمیخواد که از اینجا برم. تنها هنر و فکر میکنم هنر و فرهنگ و موسیقی میتواند خب یک توحید کند، یک همایش کند و ببینید همین تصدیق این خانه هم میرسیم. امروز در موزه خب استاد گرامی قدری ما یادش بخیر جورابیک نظری قرار داریم و خب مهمانان زیادی تشریف آوردن و ببینید جایی که منبعی که پر از فرهنگ است و پر از شعر و پر از استعداد و پر از موسیقی و هنر است. اونجا همیشه تاثیرات زیادی دارم چون که خب احمد ظاهر و جورابیک نظری در نه تنها در شخصا ایجادیات من تأثیر گذار بودند. ایجادی آنها
چی استاد جورابک نظری و چی احمد ظاهر، بلکه چندین نسل ها را من باوری دارم شاگردان زیاد مکتب جورابک نظری باز سالیانی دراز شاگردان خود را تربیه میکند و اینچنین ایجادی احمد ظاهر نیز در ایجادیات استعدادهای نو نیز نقش گذار خواهد بود. جورابک نظری هرچند که خادم و خدمتگزار بهین علم و فرهنگ بود، همچنان که در مطربی در سرایندگی نیز همتا نداشت. از آخر سالهای 60 عصر گذشته از حضور هنر خود به عالمیان خبر داد. آهسته آهسته سبک به خود خاص را کسب کرد و این اسلوب به یک مکتب بسیار زیبای موسیقی تبدیل یافت. جورابک نظری دانسته ایجاد میکرد و خیلی خوب نمکین تاجیکانه میسرایید. از اینجاست که او در ذهنها چون خونیاگر معنی دیگر نقش بست. هر کس کی دید روی تو بوسی چشمی من، کاری کی کرد دیده من به نظر نکرد. سینه مول و مولی در دسته دریغ و مرهمه، دل زی تنهایی به جان آمد عزیزان همدمه، عزیزان همدمه. سینه مول و مولی در دسته دریغ و مرهمه، دل زی تنهایی به جان آمد عزیزان همدمه، عزیزان همدمه. در طریقیش بازی اما سایش بلاست، در طریقیش بازی اما سایش بلاست. ریش بادان دل کی بادد دیت خواهد مرهمه، دل زی تنهایی به جان آمد عزیزان همدمه، عزیزان همدمه. سینه مال و مال در دسته دریغ و مرهمه، دل زی تنهایی به جان آمد عزیزان همدمه، عزیزان همدمه. آدمی در عالمی خاکی نمی آید به دست، آدمی در عالمی خاکی نمی آید به دست. عالم دیگر بی باید ساخت و از آدمی، دل زی تنهایی به جان آمد عزیزان همدمه، عزیزان همدمه. مال و مال در دسته دریغ و مرهمه، دل زی تنهایی به جان آمد عزیزان همدمه، عزیزان همدمه.
خیز تا خاطر بدان تو کی سمرقندی دیه خیز تا خاطر بدان تو کی سمرقندی دیه کاز نسیمش بوی جوی مولیون ناید همه دل زی تنهایی با جان آمد عزیزان همدمه عزیزان همدمه سینه مال مال در دسته طریق و مرهمه دل زی تنهایی با جان آمد عزیزان همدمه عزیزان همدمه عزیزان همدمه عزیزان همدمه насли ҷавони солҳои ҳафтодум ҳама пайравони ҳунари мактаби ҳунарии устод ҷурабек назарӣ буданд ва нафарони зиёд аз ин ҳунари устод ҷурабек назарӣ пайравӣ мекарданд ва ҳатто ба устод ҷурабек назарӣ ҳамкорӣ ҳам доштанд. аз нуқтаи назари илм бошад ҷурабек назарӣ шахсияте ҳастанд ки дар ҷодаи илм яке корҳои намоёнеро ба анҷом расонданд. аз он ҷумла рисолаи номзадие ки ӯ ҳимоя кардааст дар мавзӯи мактабии широзӣ ва достони лайли ва маҷнуни ӯ ин соли 1976 ин рисола ҳимоя карда шудааст ва рисолаи доктории устод ҷурабек назарӣ таҳти унвони ривоятҳои библиявию қуръонӣ оид роҷеъ ба сулаймон ва таҳаввулоти он дар адабиёти форсу тоҷик дар ҳамин ду мавзӯи муҳим рисолаи илмӣ дифоъ кардааст ки ин рисолаҳо бисёр паҳлӯҳои адабиёти классикии моро равшан мекунад. як хислати хоси ҷурабек назарӣ дар ин буд ки вақте ки вай дар атрофи илм суҳбат меорост ҳатто нафароне ки аз илм бехабар буданд чизеро дарёфт мекарданд аз суҳбатҳои устод ҷурабек назарӣ чунки вай бисёр сода карда бисёр мувофиқ ба доираи шунаванда суҳбатҳоро буд ва дар ҷодаи санъат низ ҳамин гуна дар ҳар як толоре ки устод ҷурабек назарӣ ҳунарнамоӣ мекарданд дар он толор ҷои холӣ ҳеҷ вақт дида намешуд. вақте ки вай дар арафаи ҷашни наврӯз дар ноҳия ташриф оварданд дар рӯзи ҷашнгирӣ дар масофаи зиёда аз 1 километр то базмгоҳ то ҷое ки наврӯзгоҳ ва наврӯз барпо мегардид вай сурудхонон ва тамоми мардуми диёр аз қафояш ҳамовозӣ карда дар масофаи зиёда аз 1 километр то наврӯзгоҳ рафтанд. вай ҳамин хел як хусусияти характери бисёр як хоксорӣ низ дошт. умуман ҳам дар ҷодаи илм ва ҳам дар ҷодаи санъат ба мардум ниҳоят наздик буд. вақте ки 70-солагии ноҳияи ховалинг ҷашн гирифта мешид ба мо муяссар гашт ҳамчун як нависандаи китоби ховалинг. баъд ба назди устод рафтем мисли дигар фарзандое ки дар ин ҳудуд таваллуд шуда ба камол расидан фарзандои номдор рафтем ба назди устод ҷурабек назариев хайдар омадем бузургиш дар ҳаме ки ҳамин дар институти шарқшиносӣ ҳамон вақта мероси хатӣ дар ҳамонҷа ҳамин қадар як тозаву озодаву ки ҳамин намунаи ибрат буд. худи ҳамин устодам дар ҳамаи соҳо намунаи ибрат буд. дар омада қай салом алайк кардем мо каса мешиносем акумора мо худмона шинос кардем ки фалон одам ба ҳамин мақсад омадем. баъд гуфт ки ҳей бародар додарҷон ман таваллудшавандаи ана деҳаи навроҳои нуваи ховалинг дар онҷа 24 май соли 1946 дар онҷа таваллуд шудам. дар онҷа мактаби ибтидои то синфи дура хондам. муаллими акрам ва абдураҳмонзода ду муаллим моро дарс медоданд. баъд дар бораи навроҳо бисёр таъриф кард ки ана ҳудуди ховалинг менамед ин қадар деҳаи ба файз ба баракат ана михел хай мо муҳоҷир шуда
با نوع وسی پس به شهر دوشنبه رفتیم. بعد همیرا قصه کرد. بعد من گفتم استاد همین گفته های خطانه شما با دستان بنویسید ما در کتاب ما همیرا چا کنیم. خوب گفت دادر جان. روز دیگه بعد اومدیم نوشته آورد که در حقیقت انا مثال من آمد جورابک نظری پسری نظری خدا یعنی استاد نظری دروازی با نبیره امر خدا و همین خیلی سلوله هم همیرا گفته در همون مقوله تا با آخر همه ترجمه ولش نوشتگی با ما آوردیم چکردیم. بعد انا همه در چی ما شده میشود و هر وقتی که ما بعدش همه میریم استاد خبر میگرفتیم تمام رفتار تمام گفتار تمام مفکوره تمام اینمی لحظه های حیاتی استاد جورابک نظری نمونه عبرت بودن. استاد جورابک نظری شخصیتی هستند که بواسطه هم در رشد و نموی علمی فیلولوژی تاجیک و در رشد و نموی هنر و صنعت خلق تاجیک یک موقع بسیار نمایان دارد اون کس و او زاده همین دیار خوالینگ است. از همین جهت بعدی درگذشت این شخصیت قرار داده شد که در زادگاهش این آثارخانه بنا دارد تا که آن میراثی که از استاد جورابک نظری به نسل امروزه مانده است همه وقت در معرض تماشا و دیدی مردم دیار و مردم بیرون از ناحیه خانه قرار داشته باشد. وقتی از بیرون میبینن که استادخانه جورابک نظری در قطار استادخانه تاریخی شناسی دیگر البته در اومده تماشا میکنن یک حلاوت میبرن و احسنت و آفرین میخونن که این باعث خرسندی تمام مردم ما تمام مردم تاجیک است که نقش نیک همین ابرمرد بزرگ در زادگاهش در ناحیه خوالینگ بگیم که مانده شدگی و در آینده هم در خدمت مردم می شود که این هم خیلی اشاره کردیم در تربیه خودشناسی خودآگاهی و تندرستی مردم بسیار نقش کلان می باشد. هم میراث تاریخی و هم میراث ادبی که در این آثارخانه جمع آورده شده است من باوری کامل دارم که به نسل امروزه و آینده ما یک از منفیت خالی نیست چون که در اینجا میراثی که از استاد جورابک نظری مانده است با هر یک تماشابین مخصوصا با نسل جوان ما یک درس عبرت است. تنی یادی تو در تارو بودم مهن مهن تنی یادی تو در تارو بودم مهن مهن بود لبریز از عشقت وجودم مهن مهن بود لبریز از عشقت وجودم مهن مهن تو بودم کردی عذاب بودی و با مهر پروردی تو بودم کردی عذاب بودی و با مهر پروردی فدای نامی تو بود و نبودم مهن مهن فدای نامی تو بود و نبودم مهن مهن سر می کرد چون دیدم فزون تر گرمی مهرت سر می کرد چون دیدم به حال پر عذابت می کشودم مهن مهن به حال پر عذابت می کشودم مهن مهن بهر زندان بهر شادی بهر ماتم بهر مجلس بهر زندان بهر شادی بهر ماتم بهر حالت کی بودم با تو بودم مهن مهن بهر حالت
بودم با تو بودم مهن اگر مستم اگر هوشیار اگر خوابم اگر بیدار اگر مستم اگر هوشیار اگر خوابم اگر بیدار بسوی تو بود روی سجودم مهن بسوی تو بود روی سجودم مهن بدشتی دل گیاه جز گلی رویت نمیروید بدشتی دل گیاه جز گلی رویت نمیروید من این زیبا زمین را آزمودم مهن من این زیبا زمین را آزمودم مهن من این زیبا زمین را آزمودم مهن جورابک نظری چهره همه فصلی و بسیار قطبه اعتراف گردید به آن خاطر که پیوسته بیاموخت و اندوخت زی هر دانشه. محقق دقیق نظر هنرمند صاحب ذوق اعتراف گردید محض از پشت آن همین زحمت آموختن و اندوختن. آموزش پیوسته نسخه های خطی واقعا هم ترانه های جورابک را دلبر و دلربا نمودند. چهره تاثیرگذار بود در جامعه. جان و روح و روانش پیوسته برای ملت می تپید. دلش گهواره جنبان فرهنگ و تمدن خلقش بود. از خودشناسی ملی، از افتخار، از غرور ملی، از تاریخ گذشته فرهنگ ملت زیاد صحبت میکرد در محفل ها، در دید و وادیدها، در انجمن ها، در روزنامه و مجله ها، در صدا و سیما. مغزی هستی که عبارت است از سیاهی و سفیدی و حکمت زندگی نیز همین است، رفتند و رویم و باز آیند و روند. دیگر جورابک نظری رفت به سوی بیسویی چون رشته عمرش کنده شد و عالم پیوست با ملکوت. از او موند انا این واسارخانه، از او موند انا همین نامی نکو، ماند خانه آباد، فرزندان صالح و صالحه و انا همین کتاب ها و انا همین کتابخانه که گمان میکنیم برای فرداها نیست، سبز، محسی تپیش، گلگردان و تازه جوان. اینقدر آمدن و رفتن زیبای یا نبیننده ما. پس مرگ انجام نبوده است، بلکه مرگ مثل که آغاز هاست. یاد جورابک نظری، این چهره بسیار سرشناس ملت، این عالم زبردست، این هنرمند ارشد در سبزترین فصل واژه ها برای ما و شما سبز و مبارک و بخیر باد. هر کس در محیط خودش کوشش کند که به یک مفهوم مرتبه برسد. مفهوم مرتبه خود از خود پیدا نمیشه. مثلا اگر خواهید که کتاب زیر سر کنید و خواب کنید و نخونید و علم وارد معنیش بشود، هیچ گونه نمیشه. هر چی اگر به دست بیاریم از مهنت، بیرن گرد میسر نمیشود. من تمنا میکنم که خودمون شناخته باشیم. خودشناسی از بیشتر خواندن و بیشتر دانستن میاد. مردم ها کوشش کنن که محیط خودشون آباد و آرام و آسوده نگاه دارن. در خاندان تمام مردم ما خدا کند که چراغ علم و معرفت و خیرت و پاکی و آزادگی فروزان باشد. مردم خوشبخت باشد. به قول تاجگاه خانه تمام مردم پری گندم باشد. نمی کاری کنیم که ما حق مردم خور نگویند، رشوه‌گیر نگویند، دزد نگویند، مردم آزار نگویند، دروغگو نگویند و غیره و غیره ها. گویند که انسان سالم، آدم پاک، آزاده، خوب، خیرخواه و غیره و غیره.
رواق منظری چشمی من آشیانه ای توست، رواق منظری چشمی من آشیانه ای توست. کرم نما و فرودای که خانه خانه ای توست، کرم نما و فرودای که خانه خانه ای توست.